خوش اومدید به پیج من به اسم دوویت پرستو. امروز میخوایم با همدیگه شامی پوک یا شامی رشتی درست کنیم که اینجا نخود رو خیس کردم به مدت 48 ساعت و 1 کیلو لپه هم داریم که برای شب تا صبح خیسش کنین و گوشت خورشتی گوساله داریم و اگه بخوام مقدارشون رو هم بگم 1 پیمانه نخود، 1 کیلو لپه و 1 کیلو 100 گوشت خورشتی گوساله داریم. نخود و لپه رو داخل زودپز ریختم و پیاز رو هم بهش اضافه میکنم. پوست سیب زمینی ها رو به خوبی میشورم و میندازم داخلش و گوشت رو هم بهش اضافه میکنم. دوستان مقداری که من بهتون گفتم برای یک وعده نیست. بسته بندی میکنم و داخل فریزر نگه. حالا آب جوش رو هم بهش اضافه میکنم. زردچوبه هم بهش اضافه میکنم و حالا در زودپز رو میذارم تا همه مواد به خوبی با هم دیگه پخته بشن. بعد از گذشت 2 ساعت همونطور که میبینید همه مواد ما پخته شده کاملا و دست بزنید ببینید که کاملا مواد نرم شدن، حبوباتمون، گوشت و سیب زمینی. حالا شروع میکنیم به چرخ کردن مواد. خب بچه همونطور که میبینید کاملا مواد رو چرخ کردیم. حالا میریم سراغ مرحله بعد. حالا گوشت های پخته شدهمون رو ریش ریش میکنم. خب حالا گوشت رو ریش ریش کردیم و حتما یادتون باشه که گوشت رو ریش ریش کنید و چرخش نکنید چون باید گوشت داخلش معلوم باشه. مقداری از گوشت رو میریزم و شروع میکنم به ورز دادن. همه گوشت رو یک جا نریزید که اونجوری بعد قلمبه قلمبه میشه. همونطور که میبینید مواد ما کاملا یک دست شده. حالا به میزانی که دوست دارید ازش بردارید. میتونید بقیهش رو فریز کنید. من مواد رو کیسه کیسه میکنم و همینطور صافش میکنم. میذارمش داخل فریزر که هر موقع نیاز داشتم برش دارم و سرخش کنم. خیلی هم راحته اینجوری. حالا میریم برای اضافه کردن ادویه ها. من اینجا 3 مشت از موادم رو برداشتم و بهش مقداری جوش شیرین اضافه میکنم برای اینکه اون حالت پوکی رو بهش بده. مقداری دارچین بهش اضافه میکنم. مقداری هم نمک بهش اضافه میکنم و مقداری هم فلفل سیاه. من بهش 6 تا تخم مرغ اضافه کردم و همونطور که میبینید غلظتش به این حالته. خب اینو نمیشه با دست داخل تاب انداخت و باید با قاشق انداخت. حالا تابتون رو از قبل داغ کنید، روغن رو بریزید و حسابی که داغ شد مواد رو بهش اضافه کنید. خب همونطور که میبینید وقتی طلایی میشه برش میگردونیم و اجازه میدیم که کاملا سرخ بشه و طلایی بشه دو طرفش.
دوستای گلم، اینم از شامی پوک یا شامی رشتی ما که آماده شده. امیدوارم شما هم درست کنید توی سفره‌های افطارتون ازش لذت ببرید و لطفاً چنل رو به نام دوید پرستو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو بزنید چون که هر هفته ویدیوی جدید داریم. دوستتون دارم.